صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن ووفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موضوع صحبت امروز بنده دو تا کلمه است: فراق و وصال. فراق و وصال. خب اگر کسی میخواد وصال معشوقش روزیش بشه، شرطش فراغ از خود است. مهمترین آرزوی وصال ما وصال به حضرت حقه، یعنی انسان مقرب درگاه خدای تبارک و تعالی بشه. یه حدیثی این روز من دیدم، 3 کلمه هست که همین 2 واژه را دارد: فراق و وصال. حدیث قدسیه. انشاءالله میخونیم، بیشتر تأمل بکنیم جهت خودسازی خودمان عزیزان. خدای متعال به جناب موسی چنین خطاب کرد: یا موسی دع نفسک و تعال. دع نفسک، خودت رو رها کن، و تعال، حالا بیا. بی عزیزان، تا سنگین باشیم نمیتونیم پرواز بکنیم، تا سبک بشیم تا توان پرواز رو داشته باشیم. چطور میتونیم سبک بشیم؟ راه نشون داد خدا: دع نفسک، خودتو بذار کنار. تا زمانی که خود هست خدا نیست و این دو هم قابل جمع نیستن. یعنی بگیم هم خودم هم خدا، اجتماع ضدین نمیشه. خیلی حدیث که دیگه رمز عروج، رمز وصال، بفهمید فراق از خوده. دع نفسک و تعال. عارفی اینجور با خدا نجوا کرد: یا رب این الطریق الیک. یا رب این الطریق الیک. خدایا راه رسیدن به تو چیست؟ از چه راهی من به تو برسم؟ من اینجور نوشتم: مهمترین، سریعترین و مهمترین راه وصل به تو چیه؟ جاءک النداء. اگر اینجور از خدا سوال بکنی، خدا اینجور بهت پاسخ میده. پس اذا قلت یا رب این الطریق الیک جاءک النداء فارق نفسک و تعال. فارق نفسک و تعال. جدا بشو از خودیت. فارق نفسک، جدا بشو از نفس. وقتی جدا شدی از نفس، بله، حالا این آهنگ میاد: تعال، تعال، بیا، بیا.
من مشتاقم. بله، خدا هیچ وقت قهر نمیکنه. قهر ما میکنیم، ما پشت به خدا میکنیم. و من اعرض عن ذکری، یه عده اصلا با حرف زدن من خوششون نمیاد، پشت میکنن، دوست ندارم با من حرف بزنن. و من اعرض عن ذکری. اما ما بگی شما گفتیم قرآن، بیا با من گفته بکن. دوستان، آیات رو با تأمل نگاه بکنیم. این فذکرونی اذکرکم، بله، راه ارتباط گیری با خداست. فذکرونی اذکرکم، بیا با من حرف بزن. عزیزان، خیلی افراد ما دوست داریم با اونا حرف بزنیم، اما مثل پاسخ ما رو نمیدن. اما خدا میگه بیا با من حرف بزن، من با تو حرف میزنم. فذکرونی اذکرکم، فذکرونی اذکرکم. بزرگان ما در شرح این کلام الهی دع نفسک و تعال فرمودن یکی از راه‌های رسیدن به خدا و تقرب به خدای متعال القاء خودیته. القاء خودیت، رنگ من بودن رو باید بذاری یه رنگ به خود بده، تو زندگی بده. اون رنگ خداست. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. دوستان باور کنید، هرچی رنگ او غیر او رو بگیره دیر یا زود میبازه. بله، یا پشت تو خالی میکنن یا بر علیه میشن. اما اونی که همیشه پشتته، رنگ ثابت داره، رنگ نمیبازه، فقط خداست. ما گواهی نمیگیم طرف امروز یه حرفی میزنه، فردا حرف میزنه، میگیم چرا رنگ عوض کردی؟ بله، چرا رنگ عوض کردی؟ اما خدا میگه یه رنگ ثابت تو این عالم هست، فقط منم. بیا رنگ منو به خودت بگیر. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. یه حدیثی از امام صادق سلام الله علیه دیدم، خیلی روایت زیباست. فاذا دخلت میدان الشوق، هرگاه وارد میدان اشتیاق با خدا شدی، خدا کنه آدم وارد این میدان بشه، تو این وادی بشه که اصلا سر و کار داشتن با خدا یه لذتی داره که هیچ لذتی به پای او نمیرسه. من تو بنده و امثال بنده اصلا وارد این گود و میدان نشدیم تا اینا رو بفهمیم که چیه. یکی در روایت داریم الهی اوقنی حلاوت ذکرک، خدایا شیرینی یادت رو به من بچشان. امام صادق میفرماد فاذا دخلت میدان الشوق فکبر علی نفسک و مرادک من الدنیا و دع جمیع المألوفات واصرفه عن سوی معشوقک. خودت و هر چه در این دنیا بهش تعلق دارید، همه این را فدای معشوقت بکن. این خدای تبارک و تعالی. دع نفسک و تعال. این آیه را عزیزان با عمق جان باور داشته باشیم، چون فرمان خداست. میگه اگر میخوای به وصال من برسی، پیامبر این کار انجام. قل الله ثم ذرهم. بله،
قل الله ثم ذر، بگو خدا دیگران رو ول کن. مگه دیگران چی دارن من خدا ندارم؟ دیگران چی بهت دادن که من بهت ندادم؟ دیگران تا چیزی از دست نگیرن بهت نمیدن، اما من چیزی ازت نمیگیرم بهت میدم. تازه سرمایه رو خودم بهت میدم. سرمایه رو گفت موسی چی داری؟ زبان که من بهت دادم، چشم من بهت دادم، دست من بهت دادم، پا من بهت دادم، قوا و توان رو هم من بهت دادم. تو چی داری از خودت؟ خدا هیچ. بله؟ هیچی نداری. این بیت شعر رو خوب گوش بدید. تقریبا معنای همین دع نفسک فتعاله بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، تا باد فنا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال ابدی را. بله؟ تو این گرد و غبار منیت رو کنار نزنی، جمال ابدی یعنی جمال خدا رو نخواهی دید. خب کی انسان میتونه به جمال خدا و مظهر جمال خدا در زمین یعنی حضرت حجت رو ببینه؟ سلام الله علیه. میگه اول این گرد و غبار منیت رو باید بذاری کنار. بر باد فنا تا ندهی گرد خودی را، هرگز نتوان دید جمال ابدی را. جانها فلکی گردد اگر این تن خاکی، جانها فلکی گردد این آسمانی میشی. اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددی را، یعنی تا صفت دیو بودن را از خودت بیرون نکنی، تا اون صفت پلنگ بودن را از خودت دور نکنی. بعضی ببین پلنگ چنگه میندازه همه رو زخم میکنه. یه عده از ما هم در درون ما این دیو و پلنگ وجود داره. بله؟ دیگران رو زخمی میکنیم، آبروی دیگران رو میبریم. میگه نه، جانها فلکی گردد اگر این دن خاکی، بیرون کند از خود صفت دیو و دنی را. بله، یه جمله حدیث امروز از موسی دیدم. عرض کرد خدایا با صدای بلند تو را بخوانم، داد بزنم. بعضی از سخنرانان رو میبینید میگه 10 مرتبه بلند بگید یا الله. کجا داریم میگه بلند بگید؟ تو روایات ما داریم به عنوان نشانه عجز و نیاز دستتون رو بالای سرتون بگیرید. بله؟ یعنی خدای من نیاز داره، دستم خالیه. نمیگه دست اینجوری بگیر، دست رو کف دست رو بگیری بالا، درسته؟ یعنی دستم خالیه. خدای داد بزنم تو رو بخونم؟ فرمود نه. چرا داد نزنم؟ فرمود چون من پیش تو هستم. بله؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید. من که به شما نزدیکم، چه داد میزنی؟ الان یکی بغل دست داد داد میزنی بهش، به چی میگه؟ میگه من کنار نشستم، چه داد میزنی؟ من کنار هستم، چرا داد میزنی؟
بله، همون دلت بگی یا رب من دارم میشنوم. این شب بود، یه پریشب بود، داشته مطالعه میکردم، بزرگی میفرمود وقتی شما میخواد بگید یا صاحب از زمان، پیش از این که صدای تو از دهان در به گوشت برسه به حضرت حجت رسیده. چرا؟ چون اینا مظهر اسمای الهی هستن. اگر خدا نحن اقرب الیکم من حبل الورید، اونا هم از رگ گردن به ما خیلی حرفه. فرمود این صدا پیش از این که از دهان به گوشت برسه به امام زمانه میرسه. باید نمیخواد بزنی، باید یک شرط داره، دع نفسک فتعال، منیت رو بکش، بله، خود بره کنار، خدا بیاد جلو، خدا بیاد جلو. کجا؟ میادان آزمایش پیش بیاد. و مهمترین جایی که ما آزمایش میشه تو خلواتمون هست، تو خلوتهایمون هست. بله؟ تو خلوت همونی هستیم که تو جلوت خودمون نشون میدیم، حتی باید بهتر نشون بدیم. نه کسی ما رو میبینه، نه کسی تعریف ما میکنه، بله؟ اما یکی داره میبینه. من به تو نزدیکم، داد نزن، نصف شب بلند میشو، بیا بیا ای یک دلی صد دل، دل یک دله کن، مهر دگران را ز دل خود یله کن. همین دع نفسک فتعال. دع نفسک یعنی تخلیه کن دل خودتو، این دل تو مال منه. ای یک دله صد دل، دل یک دله کن، مهر دگران را ز دل خود یله کن. یک صبح ز اخلاص بیا درگه ما، گر کام تو بر نیامد وانگر گله. دوست نزدیکتر از من به من است. عزیزان اینا رو باور داشته باشید، دوست یعنی خدا. دوست نزدیکتر از من به من است. ببین نحن اقرب الیکم من حبل. رگ گردن مال کیه؟ مال خودت هست. خدا میگه من از رگ گردن به شما نزدیکترم. دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجیبتر که من از وی دورم. وین عجبتر که من از وی دورم. اما عجیب اینه که او میگه من به تو نزدیکم ولی من ازش دورم. یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن. یعنی گفته این دوتا جمع نمیشه، خود و خدا قابل جمع نیست. یا رضای دوست باید یا هوای خویشتن، چون که جمع این دو را ناید هرگز. این دوتا قابل جمع نیستن. حالا ایام فاطمیه است، حضرت زهرا سلام الله علیها مضمون همین کلام الهی رو برای ما تفسیر کرد. فرمود من اسعدم الی الله خالص عبادتی. من اسعدم الی الله خالص عبادتی. هر کس عبادتهای خالصانش را برای خدا بفرستد. میشه همون دع نفسک، عبادت خالص.
یعنی عبادتی که درش هیچی نباشه. درست شد؟ یه همون ده نمسک. حالا از اون بر چی میشه؟ اگر من عبادت خالصانه برای خدا بفرستم، این هدیه از طرف ما، هدیه ناقابل. میگه ابراهیم رو وقتی انداختن تو آتش، دیدن یک پرندی تو منقارش یه مقدار آب جمع کرده که بره تو آتش بندازه. پیش گفتن که این تو اصلا منقارت چقدره، تازه تو اون منقار میخوای آب بریزی، اینو بپاشی که آتش رو بر ابراهیم. من میدونم این آبی که من میندازم هیچ تأثیری نداره، اما یک چیز میخوام بگم ابراهیم من دوست دارم، من در مسیر تو هستم. دقت کردی؟ ما همینجور خدایا، امیرالمومنین دارم که خدایا ما عبدتو که حق عبادتک. علی داره میگه ما عبدتو که حق عبادتک. خدایا من علی حق بندگی تو انجام ندادم، ولی خوب آدم همون قدری که میدونه انجام بده. از زهرا میگه همون مقداری که انجام میدی خالصانه انجام بده. هر کس در ایده کاری خودش. حالا احبط الله عز وجل الیه افضل مصلحتهی، از اون طرف خداوند بهترین مصلحت این بنده رو برای این بنده میفرسته. اونی که بهترین مصلحتته من برای در نظر میگیرم. اما کلام پایانی، از چه راهی ما این نفس رو رها کنیم و به خدا برسیم؟ تو دعای ندبه که الان خوندیم راه نشون جز به برکت اهل بیت امکان نداره، واقعا نداره. خودشان فرمود تو قرآن وابتغوا الیه الوسیله. شما بدون وسیله نمیتونید بیایید. این راه سخته، این راه رهزن داره، پستی بلندی داره. باید دستتون تو دست دیگران باشه. تو همین دعای ندبه که خوندیم از خدا میخوان وجعلنا ممن یأخذ بحوزته. بله، حوزه یعنی دامن. خدایا ما را از کسانی بده قرار بده که چنگ بزنیم به دامن اهل بیت. وجعلنا ممن یأخذ بحوزته. عزیزان زیر سایه هیچ کی نرید و یمکث فی ظله. خدایا ما را جزء کسانی بده که همیشه زیر سایه اهل بیت باشیم، به دامانشون چنگ بزنیم و زیر سایه اهل بیت باشیم. بعد سریع دعا گریز میزنه، میگه همه اهل بیت درسته ولی فعلا امام زمانت حضرت مهدیه و اعنا علی تأدیت حقوقه الیه. خدایا کمکم بکن حقوق حضرت مهدی رو بتونم ادا بکنم و اجتهاد فی طاعته، در مسیر طاعتش گام بردارم و اجتناب معصیته، اجتناب بکنم از نافرمانی حضرت مهدی ارواحنا و خود خدا. خلاصه سخنم یک، وسیله قرب به خدا الغای خودیته. دع نفسک فتعال. یک. دو تنها راه الغای خودیت و راه رسیدن به خدا چنگ زدن به دامن اهل بیت علیهم السلام و قرآن مجید. چون اگر بیت غیر از این دوتا وسیله چیزی دیگری بود پیغمبر معرفی کنم انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و
اطرتی. خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها قسم می‌دهیم ما را از متمسکین به قرآن و اهل بیت قرار بده. خب این سلامی هم از همینجا به قدر گم شده مادر سادات حضرت زهرا سلام الله علیها بدیم. السلام علیک یا فاطمة الزهرا یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحة اشفعی لنا. من خیلی گذرا چند نمونه از غربت و مظلومیت علی را براتون بگم. اولین نمونهش گفتار خود فاطمه است. بچه ها را از اتاق بیرون کرد که حرفای دلشو به علی بزنن، اما که وقت علی دید زهرا داره بلند بلند گریه میکنه، فاطمه جان چه چیز سبب گریت شد؟ بگم آرام آرام ما هم گریه‌مون سرازیر بشه برای فاطمه، برای علی اشک بریزیم. فاطمه جان و ما یبکی، چرا داری گریه میکنی؟ یه نگاهی به چهره علی کرد، صدا زد علی جان دارم برای غربت تو گریه میکنم، دارم برای مصائبی که بعد از من برات به وجود میاد گریه میکنم. خیلی اینجا برای علی سخت بود. یه جای دیگرم بگم، تو آستانه شهادت هستیم، نمیدونیم تا فاطمه دیگه زنده هستیم یا نه، اما این دل شکسته و اشک رو تقدیم حضرت زهرا سلام الله علیها بکنیم. یه نمونه دیگرش دل شب داره بدن فاطمه شو بوس میده، همه رو دعوت کرد، نگو بچه ها گریه نکنید، گفت گریه بکنید ولی آهسته آهسته. اما اسما میگه یه وقت دیدم علی سر به دیوار گذاشت. میخوای اینو بگم شما بلند گریه کنید. چرا؟ چون اسما میگه دیدم علی داره بلند بلند گریه میکنه. گفتم آقا جان خودتم فرمودی بلند گریه نکنیم، چرا خودت داری بلند بلند گریه میکنی؟ صدا زد اسما الان پی بردم به سر وصیت فاطمه. صدا زد علی جان وصیت کرد، علی جان مرا تو همون لباسم غسل بده. نمیدونستم چرا این وصیتو کرد، برا دل من علی این وصیتو کرد تا چشم من علی به بازوی بلم کرده ی زهرا نیفته. اما اسما داشتم بدن فاطمه رو غسل میدادم، بمیرم دستم رسید به بازوی بلم کرده ی زهرا. اینم مظلومیت و غربت دیگر علی. بازم بگم براتون یه صحنه دیگرم که به علی سخت گذشت. اگه سخت نگذشته بود علی با والله قسم نمیخورد. میگه والله صحنه عجیبی تو خونه ما اتفاق افتاد.
بچه های فاطمه که میگه آن زمانی که بدن فاطمه رو کفن کردم گفتم بچه های فاطمه بیاید بر آخرین بار با مادر وداع کنید. یا الله، حسن اومد خودش رو سینه مادر انداخت. ای میگه مادر من حسنم، من حسنم، اما دلای کربلایی حسین اومد پای مادر، این صورت کوچکش رو به کف پای مادر چسبان. ای صدا میزند با مادر انا حسین، مادر من حسینتم، کلمینی مادر یک کلمه با من حرف بزن. امیرالمومنین میگه بلاغ دیدم بندای کفن باز شد، دو دست زهرا از لای کفن بیرون اومد، یه دست به گردن حسن یه دست به گردن حسین. یه وقت دیدم منادی ندا میداد یا علی و تیمان فاطمه رو از رو سینه مادر بردار، دیگه فرشته هم تحمل ندارد این جنه را ببینن. اما ختم سخنم یا علی، تو بالا سر بچه ها بودی، فرشته ها طاقت دیدن این زنه را نداشتن. اما یا علی چه گذشت بر فرشته ها تو گودال قتلگاه، یه وقت دیدن نازدانه حسین رو سینه باباش حسینه. اما یه صحنه ای دیده، یه وقتی دشمن داره عمش زینب و تازیانه میزند، دیدن سکینه به التماس افتاد، صدا داد بابا بابا انظر الى عمتی المظلومه، بابا ببین عمه مظلومه ما دارن تازیانه میزنن. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلمون ظلموا أي منقلب ينقلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب